گفتن یعنی مثلا این پلیس هم خوب بود مسلمان بود، این طالب هم مسلمان است، بیاره که به هم جنگ میندازن چی فایده؟ همو کشتم. 84 متر است، عرضش 20 متر است. و این دولت باید متوجه باشه که نفر تعیین کنه این رقمش بخوره. این خب دست ما خوب پوره نیست. کمی سرک خوب نگاه بکنن، تا این جنپا جور نکنن، کثافات نندازن. این سرک مسدود بود، موانع ها بودک، خانه غیر پلانی بودک. سرک جور کردن، سرک استاندارد جور نکردن. شکر خوش هستم، تنهایی سرک جور نشده بلکه چهارراهی زیاد جور شده. خوب است جور کنن ولی یک وطن ما سرسبز شد. چرا نامش افغانستان است؟ افغان است که سرسبز است. سرک نو جور شده، شما چقدر خوش هستین؟ این خو آبادی است در افغانستان که آبادی شد کل مردم خوش است. این یک سرک از باید بسیار افغانستان جور شد. سرک نو از جور شده با مردم سهولت است. سابق از راه چاره زنبق دور میخوردال نزدیک اگه بره با موتر با کل مردم سهولت است، خوبش است. والا این سرک کار خوب است دیگه. سرک خوب با آبادی کشور است. آبادی کشور است، برای ما شما سهولت شد، از رابندی گم شد. خیلی یا شناخته شدن بازارامی بیخی زیاد میشه ولی جنگ نشه دیگه، میگن تصمیم جنگ است. استاد کارخانه که این خانه ساخت منظور عشق بود، جهان را به خانه ساخت. همونطور که خداوند این زمین به این زیباییش آفریده، طبعا که ما شما و مسئولیت داریم. سلام علیکم بینندگان عزیز چنل یوتیوب اور کابل. باز هم یک گزارش براتان آماده ساختیم که از این سرک تپه قلعه موسی میگن برش، همین بیخ تپه که این وصل میشه در مستقیم در وزیر اکبر خان و نظریات هموطنان ما را میشنویم که اونا چی نظر دارن، کسانی که قبلا خانهشون بود تخریب شده. و خوب هستین؟ صحتمند؟ میشه خود معرفی کنین؟ ما یک تن از انجینرهای ساخت هستم. انجینر صاحب عزیز، حال شما دیدم که در حال متر کردن همین سرک هستین. این سرک چند متر است؟ طول از سرک است 1084 متر طول داره. 1074 متر. 84. و عرض از سرک 12.40 سانتی است. بسیار خوب. این فعلا که ما شما دیدیم حال در حال امی ریگ مندازن نه؟ جغل آور کردن بیسکورس است. بیسکورس جغل میگن. بسیار. آخرین طبقه سرک بعد از اسفالت یا قیریزی میشه. قیریزیش بعداً میشه. این که تحکیم کارش و باز قیریزی میشه. خب قیریزیش چی وقت میشه بخیر؟ تا یا آماده شود تستا گرفته شود لابراتوار بیاره چک کنه. بعد از او قیریزی اجی میشه و آماده بیروبیار مردم میشه. روبرو مردم میشه. بسیار خوب. بخشن وقت آنها گرفت. هموطنان عزیز میریم همه تو یک نگاه مندازیم به این سرک، به طول و عرض این سرک. ماشاءالله بسیار همه تو یک سرک کلان که گنجایش 3-4 موتر رفت آمد داره دیگه. میبینیم از هموطنان ما نظریاتشان میگیریم که اونا چی نظر دارن دیگه باره. و هموطنان عزیز میبینیم که کار جریان داره و اینا هم زحمت میکشه در آبادی کشور و همین سرک که جور شده. ببینیم. السلام علیکم. خوب هستین؟ مزاحم کارتان نشم. خوب هستین؟ خیرتی؟ بخیر. در جریان کار هستین؟ ما خودمون فعلا کار میکنیم. فعلا کار ما تمامه. فقط همین قالبات تختار بار میزنیم میبریم. وظیفه شما همیست که همین تختار را بار کنین درست؟ وظیفه ما مربوط ما قالب میشه. قالب بندی و سیمتریش. حال کارتان خلاص شد؟ فعلا کاری ما تمام بله.
خب این وسایل جمع کردین دیگه به خیر میبرین. فعلا وسایل جمع داریم آره. بعدا این وسایل جمع داریم، یک منطقه جای ما مانده بره، بعدا تصمیم در جریان است. فقط همین وسایل اضافی رو میبینیم. چطور کارتون سخت است یا آسان؟ والا کار خود همیشه است، کارگری خود مشکلات های خود داره دی. یعنی کاری است که امی میگه عرق بریزانی و پیسیش مزدار می باشه. والا او گپ هست طبعا. از ما خود هم اولای قفیدس پیدا میکنیم، بعدا همینجوری استفاده میکنیم. طبعا مزدار خود می باشه. شما بخیر و سلامت باشین. سلامت در کارهایتان موفق باشین. بخیر باشین، سلامت باشین. خداحافظ. اسمتان؟ اسمم نصیر احمد. نصیر احمد جان اینجا چی کار میکنه؟ اینجا کار میکنه، قالب کاری، سرکاری، این چیزاست دیگه، پروژه است، اینجا کار میکنه. حالا در جریان کار که هستین چطور است از دستمزدی که برای شما میته؟ دستمزد 3,500 میته. قناعت دارین از این معاشی که به شما داده میشه؟ دیگه انجینر دیگه چی کنیم دیگه، کار نیست، بار نیست دیگه، نمیگه مجبور است، غریبی است دیگه، یک روز تیر شد دیگه. مقصد ما هم خانه مانه نیست، وطن است دیگه، این سمنگان است، نمیگه هست مسافر کار میکنیم. این جواز شما برتان اتاق گرفتین؟ اتاق داریم، از ما اینجا است، از یا اینجا است، اینجا شوانه یا اینجا خواب میکنه. از ما چهار خلاص اتاق. بسیار خوب. همین پیسه که میگیرین بازی مصرفتان پوره میکنه که کرایه اتاق هم حتما دارین دیگه؟ کرایه اتاق کرایه اتاق داریم دیگه، چیز است دیگه، خوراک خودیم دیگه. مقصد خوب میشه دیگه، تا جمع نمیشه. مقصد موقع میشه که دیگه روز تیر ذخیره نمیشه. نه ذخیره نمیشه. نه میریم پس وطن میریم اینجا خواستیم یک چند دیر دیگه، ماه دیگه هم شاید باشه. یک ماه دیگه باز به خیر میرین دیگه. وطن از سرسبزی وطن دیگه همین اطراف یک سرسبزی دیگه. اونجا داره سرسبزی، مال اونجا سرسبز شده دیگه، شده مردم هم اینجاست. در کارشتان موفق باشین. خیر باشه، جور باشین. خوش شدم عزیزان. بخیر باشین. خب هموطنان عزیز، قسمی که شما دیدین امروی هموطن ما که نظریاتشون گرفتیم و اینا از حقوق خود شکایت دارن که حقوقشان کم است. همین سلسله مشکلات ها هست فعلا در وطن ما که به امید از که روزی شوه که این مشکلات هم کمتر شوه و رو به بهبود شوه. خب هموطنان عزیز، کنار ما عامر صاحب امی پروژه است. میریم یک گزارش میگیریم از پیششون. السلام علیکم. عامر صاحب محترم. بخیر، سلامت خوب. قراریست. اسمتون؟ انجینر از شکزای امین هستم، کارمند بخش سرکسازی شارواله کابل، عامل این پروژه وزیر اکبر خان تا سرک جمهوریت. انجینر صاحب محترم، قسم ما دیدیم امی سرک در وزیر اکبر خان وصل است. بله این سرک از شروعش از امی قلعه موسی میگن سرک جمهوریت. بله. اینجا شروع میشه، این میره به سرک پانزی وزیر اکبر خان جوار بانک غضنفر، در اونجا وصل میشه. طول از این پروژه 1084 متر است، عرضش 20 متر است دیگه. اونمو ملاقات کل سرک داشته باشه. اونم گپاره داره، جویچه، پیاده‌رو و دیوارای استنادی. خوب یک سرک به عرض 12.5 متر دیگه به صورت اساسی ساخت ساز میشه و ما فعلا شما میبینید که در مرحله آخرش است و خیر هفته آینده ای را اسفالت میکنیم. انجینر صاحب محترم، امی سرک که جور میشه، قسمی که گفتین در پهلویش جوی و امی جوچه جور میشه و گلدان و این گپ هم مد نظر گرفتین برشان؟ در این سرک خود شما میبینید که اینجا تپه است، اون تپه اونم سرسبز هم از درخت هم است. در اینجا گلدان در نظر گرفته نشده دیگه. مکمل سرک از دو طرفش پیاده رو است. در پیاده رو میشه که یک درخت مردم بشانند، مشکل نداره. ببخشید حرفتان نگرفتم. انجینر صاحب بزرگوار، امی آباد کردنش مربوط شاروال صاحب عزیز بود که امی کارهای کردن. بعد از این مسئولیت مردم در قبال از چی است؟ خب وظیفه شاروالی خود نمیست که برای مردم خدمات ارائه کنن. شما میبینید که این سرک مسدود بود، موانع بودک، خانه‌های غیر پلانی بودک دیگه. قسمت سرک بند بود، ما آزادش کردیم، برزی 20 متر سرک ساختمان کردیم
دیگه انشالله به برابرداری خونه یک قسمت ما به برابرداری هم تقریبا 700 متر از ما اسفالت کردیم دیگه به برابرداری سپرده شده به تباقیش هم بخیر هفته آینده به برابرداری مسپاریم لایه دوم اسفالت هم میپرتیم دیگه از مردم هم تقاضا داریم که می سرک خوب نگاه بکنن تا این جمپا جور نکنن کثافات نندازن در قسمت پاکی سرک کوشا باشن و بالای سرک موترشویی نکنن انشالله که در گزارش بعدی که بیایم انشالله بخیر دیگه آماده جور باشه و می قریزیش هم شده باشه و طبعا یک روی مثبت میته به وطنان. بله شما میتونین بخیر در روز اسفالت ریزی هم بیاین اسفالت ریزیش هم گزارش ترتیب بکنین که دوستا و وطنان ما ببینن و با تعقیب از او باز ما شروع میکنیم بخیر پیاده روایش نصب کرپوستون داریم کرب گتر داریم انترلاک داریم اون گپایش هم میکنیم که سرک ما بخیر 100% تکمیل شود. بسیار تشکر از شما عامر صاحب محترم از اینکه وقتتان دادین به ما. تشکر از شما هم که اینجا آمدین گزارش ترتیب کردین ما در خدمت هستیم. هموطنان عزیز قسمی که دیدین همراه عامر صاحب پروژه نظریات نیک اونا رو هم گرفتیم و گفتن که دفعه بعد بخیر دمی آینده نزدیک قریزیش هم میشه انشالله شاید از او هم خواد بودیم با ما باشیم. علیکم. سلام بخیر جان جو صحتت خوب است؟ از شما سلامت و زنده باشین. چی میکردین اینجا؟ هیچ اینجا دفتر ماست برامون بیرون. خب کارمند دفتر هستین؟ بله. خب این درباره سرک چی نظر دارین؟ کار خوب شد نشد؟ چی نظر دارین درباره این سرک که نو جور شده؟ والا این سرک کار خوب است دیگه سرک با آبادی کشور است. آبادی کشور است برای ما و شما سهولت شد از راهبندی گم شد. یعنی شما بسیار خوش هستین دیگه طبعا دیگه با آبادی کشور جور شده این سرک 100% دیگه این خب با کلگی سهولت است با ما با تو با کلگی. شما زنده و سلامت باشین وقت خوش میخوایم بخیر و آرام باشیم خوشحال شدم. و هموطنان عزیز نظریات مختلف هموطنان ماست دیگه همگی خوش هستن واقعا خوش است. شاروال صاحب جناب مولوی صاحب عبدالرشید بلوچ که شاروال کابل است همه تو آبادی که سرک سازی و همین چرایا را جور میکنه هموطنان بسیار خوش هستن با امید روزی که وطن ما و شما از کشورهای همسایه و از اروپا قدم بهتر شود انشالله به امید امروز روز هستیم. هموطنان عزیز کنار ما همین لالاگه که قند ما بچه زحمتکش و معلوم میشه یک ببینیم که چی نظر دارند چی میگن. این سرک که جور شده خوش هستی؟ شکر خوش هستم تنها این سرک جور نشده بلکه چارایی زیاد جور شده خوب است جور کنن بله یک وطن ما سرسبز شده چرا نامش افغانستان است افغان است که سرسبز است هیچ سرسبز نباشه رفتن نمیشه مثلا خاک است همون تو بری باد میشه موتر چتل میشه کالای آدم چتل میشه نال که قیر میشه خوب است اون خوب است. نامت نگفتی بر من؟ نام مصطفی است. مصطفی جان چی کار میکنی؟ ما بوتار رنگ میکنم پولشی. خب چیز میشه چیزی میشه کارا خوب است. بازم مزی کردم چیش نبیه شکر است 100 200 150 برابری است دیگه. یعنی خوش هستی از کارت خوش هستی دیگه. شکر خوش هستم اگر درس بخونم از این کار خمو برای. چرا درس نمیخونی؟ درس میخونم خوبم په 4 هستم ولی 3 سال نرفتم مکتب از مکتب کشیدم باز رفتم چی دادم 3 پارچه ندادم رفتم تا مکتب دیگه طالب مکتب نگرفتیم دیگه. خانه تان کجاست؟ سرای شمالی. از سرای شمالی تا به جمعیت پیاده کار میکنی؟ نه در موتر میم بازی طرفات از شارنو کار میکنم. خوب است اون در موتر میای پیاده روی نمیکنی دیگه از کارت هم خوش هستی ان شاء الله. شکر خوش هستم دیگه. چی آرزو داری که در آینده چی شوی؟ با خدا معلوم دیگه چی قسمت ما باشه دل ما نمیگه کی چی شد. خود دلم میگه یک نه خب باید خودت هم یک آرزو داشته باشی یک پیش بین باشی که در آینده چی شوم ایره خب باید در فکرت داشته باشی.
غریب کار هستم خب مثلا دکتر شم دیگه. دکتری را خوش داری؟ ماشاءالله. این لالاگه قرنم بسیار آرزویش همی است که دکتر شود آینده بخیر. نام خدا بسیار بچه که لایق و زحمتکش است، به خانواده خود زحمت میکشه که کار کنه روزی حلال به دست بیاره. چی گفتنی داری؟ گفتنی آخرت، پیامت؟ گفتنی دارم که وطن ما جور شود، دست به دست خود بتن. یعنی مثلا این پلیس هم خوب بود، مسلمان بود، این طالب هم مسلمان است. بیاره که به هم جنگ میندازن چی فایده؟ همو کشتم. یعنی صلح آبادی یا نوارامی شده، صلح هست در وطن، کل جای آرام است، آدم هر سو میره خوب آزاد چکر زده میتونه. برای ما خوب است ولی زنان هم میتونن. او دیگه چی میگندش؟ در دست کلاناست که کلانا بخیر باز دو بارم تصمیم میگیره. درست است لالاگه کن؟ بخیر یا شناخته شدن باز آرامی بیخی زیاد میشه ولی جنگ نشه دیگه، میگن تصمیم جنگ است. خب مصطفی جان گفتی نامت درست؟ مصطفی جان عزیز امی آرزویش است که نمیتا که آرامی است، صلح آرامی آرزوی همگی افغان است، همگی همی آرزو را داره که صلح آرامی باشه، نمیتا آبادی جریان داشته باشه. خب مصطفی جان بسیار تشکر لالاگه کن. خیلی بینی و تام تشکر. هموطنان عزیز دیدین که امی خرد بزرگ آرزویش این است که کشور ما و شما آباد شود. کنار ما یک دوست دیگه ماست، قاری صاحب محترم. السلام علیکم. خیرتی بخیر جان و دمجور خیرتی. سلامت صحت داری؟ شما زنده باشید. خوب است ان شاء الله. صحت داری؟ اسم مبارکتان؟ فهیم. محمد فهیم، باشنده امی منطقه؟ باشنده بیبی مهرو. چقدر خوش است نزدیک اینمی سرک که نو جور شده از اینمی قسمت قلعه موسی که تا ختمش وزیر اکبر خان است. شما چی نظر دارید در این باره؟ خوب کار است، سرک‌ها جور شده، با مردم سهولت میشه، رابندی کم میشه، چر جنجال کم میشه. اگر خانه‌های مردم رفت و خیر سرک کلان میشه و رابندی خلاص میشه و مردم خوب است. تو خوب چیز است. از شما خانه تان تخریب نشده؟ نه الحمدلله تا فعلا تخریب نشده. از ما هم خانه ما مو طرف میگه کدام سرک دیگه ما مو طرف میه دیگه، طال خبر ندارم که چه وقت میه. و ما را مویا گفته بود که مس کتابچه صفایی تانه بکشه، قوالای خانه تانه. هر زمانی که سرک آمد دیگه آمد، بس مشکل نیست دیگه. چیزی که سرام سر ما، چیزی که سرام است سر ما، سر ما قربانت. باز همی وظیفه مردم چی است که اینمی سرکایی که جور میشه مسئولیت داره یا نداره در نگهداری حفظ سرک و همی جوری که دولت برای نفر تعیین کنه، مثلا درخت ازی، از پیاده رو ازی، از جای ازی، از جوی ازی بند میشه. اینی سرک این مثال جور کردن جوی ازی بسیار بند میشه. همیشه وقت اینجا بند از باران که میشه تو بالا و تپاو کی جا میایه، بسیار مردم به جنجال از اونو پیشوری استقامت تایی کنید. دکان هم سوپرمارکت همو جاو دن میشه، لوش چتلی مرداری میایه. با این دولت باید متوجه باشه که نفر تعیین کنه این رقمش بخوره. این خب مدرسه ما خب پورا نیست. سرک جور کردن، سرک استاندارد جور نکردن. یک جای سعی کنی که عمقش 70 سانتی، یک جای سعی کنی عمقش 40 سانتی 30 سانتی. وقتی که جور میکرد شاروال محترم هم سیلش میکرد دفعه کمی جوی کدام طرف او طرف بیموری که ما سیل میکنیم اون جوی که هست 70 سانتی 80 سانتی، این طرف که سیل میکنیم اون جوی که هست 40 سانتی 35 سانتی. چرا رقم جور کرده؟ یک طرف جوی نداره، یک طرف پیاده رو اینه قطوطه مونده، یک طرف مکمل پیاده رو مونده. این شاروال باید بررسی کنی. خاص بس تمام ما چیز نیست. بله ما یعنی ما شما مسئولیت نداریم در حفظ و مراقبت نگهداری ما هم باید از شرمند هستیم، باید از متوجه باشیم دمال داد اینمی که خانه ما مجبور هستیم متوجه باشه. شما زنده باشین. بسیار تشکر از نظریات نیکتان. شما موفق و پیروز باشین. قربانتان، آرام باشین. تشکر. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین؟ خیر و خیرت. شما سلامت باشین، زنده باشین. اسمتان؟ اسم عالم. معلم؟ عالم. خب عالم صاحب عزیز، امی سرک نو جور شده شما چقدر خوش هستین؟ خب آبادی است در افغانستان که آبادی شو کل مردم خوش است. یک سرک از باید بسیار افغانستان جور شود. سرک نو از جور شده با مردم سهولت از سابق از راه چاره زنبق دور میخوردال نزدیک اگه بره با موترا با کل مردم سهولت است. خوبش است.
سر با مردم غریب نقص نرسه دیگه، بیخی خوب آبادی است دیگه. کل امی سرک که جوش خدا طبعا برای استفاده تمام مردم است و غریب است یا پیسه دار است به استفاده کلگی است. غریبی تو که امی خانه مردم که از بین میره کونو را آزار نتن، پس جای بتن جا به جای شوند، اونو مردم غریب دیگه نقص نداره با مردم، بیخی فایده است، آبادی است، مردم خوب است، موترا مردم پیاده بایسکل مریض با این وزارت برخان به کل مردم خوب است که میره و میاد. شما چقدر از کارکرد کسانی که در رأس شاروالی هستند از جناب مولوی صاحب عبدالرشید بلوچ که شاروال کابل هستند، چقدر از کارکرد اینا راضی هستین؟ اینا را ما بچه‌شو میبینیم که سرکای کوټه سنگی در از دشت برشی جا جور میشه، شون از قرغیش کشیده. این سرک است، همه تو سرک شمالی است، این کل مردم میبینه که آبادی است، کل مردم خوش است. از اینه ما بیخید یعنی کار که بره با مردم ها خوش میشه، مردم ما میبینه کار دیده مردم است که کار میکنه. یک خواهش دیگه از شاروال صاحب داریم، یعنی میگه یک خاک از پشت سر قبر گورا، یعنی میگه 2 تا جنگلی دانی بسیار وزارت برخان و شارنه و تا چارقالا کل جنگلی ها را جمعه را مندازن که زیر جنگلی هم تقریبا 1 متر گل است که یک خانه مردم است، یعنی زیاد شده میره. اینه میره از دو خواهش میکنیم ما شاروال صاحب که نمیره اگه صدا ما را میشنوه اینمی جنگلی دانی در جایش بانم مگم جنگلیش زود انتقال بده، خاک از زیر آور داره که بیخی یک تپاور جور شده به سیل کنم خودش. امیر دقیق آدرسش کدام قسمت گفتین؟ پشتر قبر گورا میگه این میجه پلی قبر گورا که است بغل از این سمت دست چپ اون مردم معلوم میشه 2 نفر که میره یعنی خاکم تو کوت است خب، یعنی خاک آور داره دیگه جنگل دانیام پخش میشه، اگه این خاک انداخته یک تپگک جور میشه، اگه حال 20 موتر میشه باز دیگه روز 50 موتر میشه. بله یعنی کل مردم مندازه وردیده کوچ شده میره، یعنی میره پاکی صفایی که مردم ورداره. هموطن عزیز ما عالم صاحب عزیز بسیار نظریات نیکتان بسیار تشکر. شما تشکر که ما گپ زدیم، خیر ببینید. شما سلامت. هموطنان عزیزی بود هموطنان عزیزی بود گزارش امروزی ما. تا گزارش بعد شما را به الله یکتا میسپارم، سابسکرایب یادتان نره و یک تشکری خاص از هموطنان ما که چنل یوتیوب ما را بیننده هستند.